صبح بر وقت 30 ینور تابوت‌های 6 مهاجر توجک را که بر اثر زهرآلود شدن از دود گنراتور گرمگیرنده در یک گرمخانه در ولایت ولگراد روسیه به هلاکت رسیدند از روسیه به تاجیکستان آوردند. مراسم دفن این 6 مهاجر شهید دوام روز 30 ینور در زادگاه‌های آنها در ناحیه‌های وخش، جیهون و همدانی برگزار می‌شود. سخنگوی ریاست خدمات مهاجرت ولایت ختلان گفت تحت رهبری سردار این اداره صمد سعیدزاده یک گروه ویژه تأسیس داده صبح 30 ینور برای دستگیری معنوی خانواده‌هایی که عزیزان خود را در این فاجعه از دست دادند به فرودگاه‌های دوشنبه فرستادند. مقامات ناحیه وخش برای عائله فیض‌الدینوف که در آن فلاکت فاجعه بار در ولگراد 3 عضو این عائله جان باختند برای انتقال 3 تابوت عزیزانشان 2 ماشین یاری تاجری جدا کردند. سخنگوی خدمات مهاجرت ولایت ختلان گفت عین چنین کمک به خانواده‌های قربانیان دیگر فاجعه ولگراد نیز پیشنهاد شد، ولی آنها این کمک را رد کرده گفتند عزیزان شهید شدهشان را با ماشین‌های خود از فرودگاه می‌گیرند. بنا به معلومات دقیق کرده مقامات مهاجرت ولایت ختلان در فاجعه شب 26 ینور در ناحیه سردناختوبینسک ولایت ولگراد اینها جان باختند. برادران فیض‌الدینوف قابل جان سال تولدش 2001 و قاسم جان سال تولدش 2002 همچنین عمک آنها نورالدین فیض‌الدینوف سال تولدش 1985 هر 3 ساکنان دهه نورفتار جماعت وحدت ناحیه وخش. کبوتوف سید اکرم حسن‌الدینویچ سال تولدش 2000 ساکن دهه پخت‌آباد جماعت تاجیک‌آباد ناحیه وخش. سلاموف ایدیبک میرزا خوجایویچ سال تولدش 1992 قبلا در جماعت وحدت ناحیه جیهون زندگی میکرد. محمد جان رحمان علی سال تولدش 2000 ساکن ناحیه همدانی. صمد سعیدزاده سردار ریاست خدمات مهاجرت ولایت ختلان در فرودگاه دوشنبه شخصا به خانواده‌های قربانیان اظهار همدردی کرده است. جسدهای این 6 کارمند خواجگی فرمری رستوکسک صبح 26 ینور در داخل گرمخانه مربوط به این خواجگی در دهه رخینه پیدا کردند. گفته می شود آنها بر اثر شبانه از کار برآمدن گنراتور گرم دهنده از دود آن زهرآلود شدند. بنا به خلاصه تفتیشات این گنراتور که با بنزین کار میکرد با نقض قاعده‌های بی‌خطری گذاشته شده بود و دودش به داخل گرمخانه میرفت. در رابطه به مرگ این 6 مهاجر تاجیک مقامات تفتیشاتی ولایت ولگراد بر اساس قسم 3 ماده 109 کودکس جنایتی روسیه با اتهام از بی احتیاطی به هلاکت رسیدن بیش از 2 نفر پرونده جنایتی آغاز کردند. این بند قانون همچون جزا تا 4 سال زندان محدود کردن از آزادی و یا کارهای اصلاحی به همین مدت را پیش بینی میکند. هر سال بیش از 1 میلیون نفر یا تقریبا نصف اهالی قابل کار تاجیکستان با مقصد تامین روزگار خانواده‌های خود به روسیه به مردکاری میروند و هر سال در روسیه بیش از 1000 نفر از مهاجران تاجیک به علتهای گوناگون ترک این دنیا میکنند. فلاکت‌ها در جای کار و زیست یکی از علتهای عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه به شمار میرود.